انجمن روانشناسی آمریکا ماه می اردیبهشت ماه رو که همزمان با فصل نوزایی رشد و امید در طبیعت با نام منتال هلت اورننس یا ماه آگاهی از سلامت روان نامگذاری کرده. به نظرم این زمان فرصت خیلی خوبیه تا کمی راجع به سلامت روان صحبت کنیم. اینکه اصلا سلامت روان یعنی چی، چرا اهمیت داره و چه زمانی و چطور باید برای اون ما اقدام کنیم. اگه لازمه مشورت بگیریم، به کی باید مراجعه کنیم، چه موقع باید مراجعه کنیم و چه توقعاتی باید داشته باشیم تا نتیجه لازم رو بگیریم. از منظر روانشناختی سلامت روان رو میشه از دو دیدگاه بسیار مهم و تحولی در این مسیر نگاه کرد. نگاه اول از منظر آسیب شناسی و اختلالات روانیه که از زمانی که روانکاوی و روان تحلیلگری توسط زیگموند فروید در واقع معرفی شد و متولد شد، نگاه به اختلالات روانی از ضعف اخلاقی، از پستی، از مسائل روحی و شیطانی و تبعید و آزار بیمارا به خارج از شهر، سوراخ کردن جمجمه هاشون، قل و زنجیر کردن هاشون قابل تشخیص شد و قابل دسته‌بندی و درمان در واقع تغییر کرد. روانشناسای بعد فروید کارش رو بسط دادن و مدل‌های بسیار دقیق‌تر و علمی‌تری رو ارائه کردن که منجر به شکل‌گیری در واقع یک راهنمایی شد به اسم DSM که در این DSM کمک میکنه که دسته‌بندی‌هایی داره، مشخص میکنه که اختلالات روانی یعنی چی و هر آدمی بسته به این که اون نشانه ها رو داشته باشه یا فقدان اون نشانه ها رو داشته باشه میتونه از طیف سالم تا در واقع دچار اختلال دسته‌بندی بشه. 157 اختلال روانی تا به امروز در DSM-5 ثبت شده، از جمله افسردگی، اضطراب، PTSD، وسواس، اختلالات شخصیتی و چیزهای دیگه که هر کدوم از اینها هم یه سری نشانه ها و علائم دارن. صرف تعریفش و دونستن تعریفش ما نمیتونیم به خودمون یا دیگران برچسب بزنیم که این در واقع مشکلات رو، این اختلالات رو داریم. حتما لازمه که متخصص اونها رو ارزیابی و شناسایی کنه. اگه یک محور ایکسی در راستای افق در نظر بگیریم، هر آدمی از دست چپ من تا دست راست، عکسش رو اینجا میذاریم، در واقع میتونه روی طیفی از این در واقع محور باشه که نشون دهنده سلامت روانش در محور افقی هست. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. همونطور که تعریف ما از خیلی از چیزها، از ثروت، از امکانات، از رفاه، از ماشین، از ایدئولوژی، از رابطه هامون تغییر کرده، تعریف ما از سلامت روان هم محدود به صرفاً محور افقی و نبود اختلالات روانی محدود نشده. توی آغاز قرن 21 که مارتین سلیگمن رئیس انجمن APA آمریکا شد، یه رویکردی رو معرفی کرد به اسم پازیتیو سایکولوژی که بیشتر از این که روی اختلالات و مشکلات توجه داشته باشه، اومد تمرکز کرد که چه چیزی زندگی من نوعی رو ارزشمند میکنه و مفاهیمی مثل ولیو این اکشن و کور ولیو رو در واقع معرفی کرد که هر آدمی بتونه ارزش‌های بنیادینش رو مشخص کنه و اگر مطابق اون ارزش‌ها عمل کنه، ویل بینگ یا زیست بهتری رو میتونه داشته باشه. این دیدگاه تجربه خیلی رضایتمندی، خیلی انعطاف پذیری، خودآگاهی، روابط سالمتر، توانایی مدیریت هیجان‌ها تو زندگی رو میتونه در واقع شکل بده. به عبارت دیگه اگه فردی از نظر بالینی سالم باشه، یعنی رو محور X نشانه از اختلال نداشته باشه، الزاماً به این معنا نیست که رو محور عمودی، رو محور Y ها هم در واقع در جایگاه خوبی باشه. میتونه یه آدم از نظر اختلالات روانی هیچ مسئله‌ای نداشته باشه ولی دچار پوچی باشه، یعنی کور ولیوهاشو هنوز نتونسته باشه بشناسه. پس آگاهی و شناخت ارزش‌ها و آگاهی از هیجاناتمون و ایجاد ظرفیت تاباوری روی محور افقی، روی محور عمودی خیلی میتونه کمکمون بکنه که ببینیم از نظر سلامت روان در چه جایگاهی قرار داریم.
تشخیص و درمان اختلالات روانی، یعنی اونجایی که ما رو محور افقی ایستادیم، حقیقتاً کار آدمیه که روانشناسی خونده باشه، روانپزشکی خونده باشه، با اختلالات آشنا باشه، سیمتوما رو بشناسه، سالیان سال باشه با روش‌های مختلفی کار کرده باشه که بتونه تشخیص بده و بتونه کمک کنه به اختلالات درمان. این کار در واقع استاد معنوی یا کسی که کوچه یا توی زمینه خاصی تخصص داره که میتونه به ما کمک کنه نیست. برای اینکه مثل این میمونه که یه آدمی پاش شکسته باشه و ما به جای اینکه ایشون رو به بیمارستان برسونیم، اسکن از پاش انجام بدیم، گچ بگیره پاشو و دوران بهبودش رو طی کنه، ببریمش باشگاه و براش از مزایای ورزش کردن و اینکه چقدر ساختن عضله میتونه به بهبود زندگیش و سلامتش کمک کنه صحبت کنیم. پس اگر کسی نشونه هایی روی محور افقی داره، اولا با شناختن یه تعریف، اولا با دونستن یه سری تعاریف نمیتونه به خودش یا کس دیگه ای در واقع تشخیص بده اگر که روانشناس نباشه. و دوما اگر کسی در این محور دچار مشکله، حتما لازمه که از درمانهای علمی و ثابت شده و اصولی که تا به امروز هست کمک بگیره. اینجاست که آگاهی از نیازها و هدفی که ما داریم در انتخاب مناسب و آگاهانه اون آدم متخصصی که برای درمان یا برای شناخت کورولیوهامون پیشش میریم خیلی خیلی اهمیت داره. اینکه متوجه باشیم که تشخیص و درمان اختلالات روانی نیاز به تمرکز داره، نیاز به دانش داره و کاهش دردهای روانی مثل اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات کار هر کسی نیست که متخصص نباشه. برای درمان اختلالات روانشناس لازمه، روانپزشک لازمه. حتی من میخوام از این مسئله یه ذره پامو فراتر بذارم و بگم اگه درمانگر اون دانش و تخصص لازم رو نداره، ممکنه که این مهم اتفاق نیفته. مثلا صرف این که یه نفر حالا یه تحصیلات آکادمی که صرفی توی این مسئله داره و توی همه زمینه ها داره مشاوره میده، ممکنه که انتخاب مناسبی نباشه برای کسی که داره با PTSD دست و پنجه نرم میکنه، برای کسی که تروماهای خیلی شدید و وحشتناک داره. لازمه که دقت نظر داشته باشیم و بدونیم که اون مدالیته یا اون روشی که درمانگر داره درمان رو انجام میده دقیقاً چی هست. خیلی از درمانگرها روش شناختی رو انتخاب میکنن که CBT بهش میگن، تمرکزشون روی تغییر افکار و تغییر رفتاره، در حالی که خیلی از روان درمانگرها روش‌های پویشی رو که به تجارب دوران کودکی برمیگرده، الگوهای در واقع تکراری رو شناسایی میکنه، روی اونها کار میکنن. خیلی درمانگرها روی روش‌های EMDR کار میکنن که روش‌های موومنت و حرکت چشم هست، خیلی کمک میکنه برای کسایی که در واقع تروماهای شدید و PTSD دارن. یا خیلی از درمانگرها روی EFT تمرکز میکنن، شناخت ایموشن هایی که در لحظه در واقع بر اثر تروماها توی هر فردی ممکنه که به وجود بیاد. پس بر اساس نیاز خودمون لازمه که درمانگرمون رو انتخاب کنیم که این نتیجه رو خیلی کمک میکنه بر اساس نیاز و اون چیزی باشه که ما واقعا لازم داریم. یکی از ابعاد مهمی که درمان و ارتقای سلامت روان رو خیلی کمک میکنه همین شفاف بودن مراجعه کننده در بیان نیازها و اهدافشه. ما وقتی خواسته هامون رو خیلی شفاف و خیلی واضح اول خودمون ندونیم، بعد نتونیم اینها رو با در واقع اون روانشناس، روانپزشک یا کوچمون در میون بذاریم، خیلی نمیتونیم نتیجه درستی از این قضیه بگیریم. و دوم پذیرفتن مسئولیت درمانه که شاید اون روانپزشک، روانشناس یا اون کوچ 10%، 15%، 20% کار رو داره انجام میده، ولی 80% ماجرا در واقع به خود اون فرد و انجام اون تمرین ها و اون پرکتیس ها برمیگرده.
پس حواسمون باشه که هنگام انتخاب روان درمانگر تخصصش رو بدونیم. اگه میخوایم روی درمان و اختلالات درمانی کار کنیم حتما پیش کسی بریم که تحصیلاتش رو داره، کسی که در این زمینه تخصصش رو داره و بعد مشخص کنیم که با چه روشی میخوایم با اون کار کنیم، مسیرهامون رو مشخص کنیم که بتونیم متناسب با اون در واقع نتیجه بگیریم. برای جمع‌بندی من اینجا میخوام 5 مورد رو دسته‌بندی کنم. یکی این که سلامت روان تنها به معنای نبود بیماری روانی نیست. رابطه خیلی پیچیده‌ای بین بیماری‌های روانی و سلامت روان میتونه وجود داشته باشه. اما با در نظر گرفتن این دو طیف افقی و عمودی، اینکه ما درک کنیم میتونیم آدم نرمالی باشیم از نظر اختلالات روانی روی محور افقی، ولی همچنان از رکود رنج میبریم و اون فلوریشینگ، اون شکوفایی رو که در نظر داریم رو زندگی نمی کنیم، برمیگرده به محور عمودی و لازمه با یه کوچ، با یه آدمی که در این زمینه داره کار میکنه ما صحبت کنیم. الان آمار امروز نشون میده که بالای 20-21-2% امریکایی ها، نورت امریکا، امریکایی ها و کانادایی ها از اختلالات روانی دارن رنج میبرن. اما بیشتر از 50% آدم ها میتونن تو زندگیشون حداقل یک بار اختلالات روانی رو تجربه کنن. ولی ما داریم میبینیم که بالای 80% شاید جمعیت اون احساس شادی، اون روابط خوب، اون فانکشنالیتی، کارکردی رو که خودشون از خودشون توقع دارن رو شاید ندارن. پس لازمه که ما سلامت روان رو در یک بعد بزرگتر بهش نگاه کنیم، در یک بعد کلانتر، حداقل در 2 مقوله این افقی عمودی که امروز راجع بهش صحبت کردیم و خدمتتون توضیح دادم. دوم این که سلامت روان یک فرایند بسیار فعاله و این شکلی نیست که یه بار ما انجامش بدیم و تموم بشه بره. سلامت روانی نیازمند آگاهی پی در پی ماست. یه سطح ثابتی از سلامت روان نیازمند ساختن یک ظرفیت روانی سالمه، نیازمند ساختن یه سری تجربه های عمیق و معناداره که زندگی ما رو هدایت کنه به سمت اون شکوفایی که هر آدمی مد نظرشه و برای خودش در واقع بر اساس اون کور ولیوها، اون ارزش هایی که داره، اون جامعه‌ای که داره توی زندگی میکنه برای خودش بسازه. ممکنه برای یه آدمی بالاترین سطح مثلا داشتن یه مدرک تحصیلی باشه، ولی برای یه آدم دیگه‌ای این که به دیگران کمک کنه، این که بتونه تو جامعهش آدم مثبتی باشه، خیلی براش ارزش ایجاد کنه. پس لازمه هر فردی خودش رو بشناسه. سلامت روان خیلی خیلی مهمه که ما با دیدگاه برچسب زدن به سمت خودمون یا به دیگران در واقع پرهیز کنیم و به جای اون به سمت انسانیت بریم. بدونیم که واقعا تلاش فراوانی لازم داریم. همون جور که فروید خیلی تلاش کرد که بیماری‌های روانی رو از مسائل اخلاقی، از شیطان صفتی دور کنه و اینا رو توی قالب واقعا بیماری بگنجونه که قابل درمان باشن، ما هم لازمه هر کدوممون به نوبه خودمون به جای اینکه فقط بخوایم برچسب بزنیم چه به خودمون چه به دیگران، احساساتمون رو مانیتور کنیم، افکارمون رو، ارتباطاتمون رو بهتر کنیم برای اینکه بتونیم توی محیط پویاتری زندگی کنیم که هممون در واقع بتونیم این معنا و این هدف رو بسازیم برای خودمون و با همدیگه به سمت اون سلامتی که تو جامعه لازم داریم حرکت کنیم. سلامت روان حقیقتا نیازمند یه حرکت گسترده مردمیه. یعنی سلامت روان تنها یه مسئله فردی نیست، هرچند که وقتی اختلالات پیش میاد فرد با فرد در واقع فرق میکنه و هر فرد خودش به تنهایی باید بررسی بشه، اما در سطح اجتماع، در سطح در واقع اون جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، چون انسان یه موجود اجتماعیه و در بستر جامعه یا شکوفا میشه یا تو همون فضا تروماتایز میشه و آسیب میبینه، خیلی مهمه که هر کدوم از ما که این مسئله رو میشنویم، هر کدوم از
از ما که این مسئله دغدغمونه کمک کنیم به هم دیگه که مسیر رشد ایجاد کنیم به جای اینکه صرفاً بخوایم در واقع یه سری آدمای خاص رو از زندگیمون حذف کنیم یا اینکه انگ و برچسب بهشون بزنیم. امیدوارم که هممون با هم دیگه بتونیم در این مسیر دست هم شرایط بهتر و سلامت روانی بهتری رو برای خودمون، برای عزیزان و اطرافیانمون تأمین کنیم تا بتونیم در این بستر اون شکوفایی و اون در واقع معنایی رو که دنبالش هستیم به خوبی زندگی کنیم.